میپرسد چگونه از امتداد شبهایت عبور میکنی؟ بی اختلاط و بدون حضور امن کسی برای درهم شکستن سکوت. میگوید سکوت شب را دوچندان شب میکند. گاهی یک عبارت ساده از جانب او میتواند از امتداد شبها بکاهد. کلمه چشم شب را میبندد و قرنها کوتاه ترش میکند. شب نمیتواند، نمیخواهد و نخواهد توانست از هجوم کلماتی که او به زبان میآورد جان سالم به در برد. میگوید تن شب را همواره باید با حضور کسی لمس کنی. کنار پنجره، شراب گیلاس و ماه تابان. باید از درد ازدحام کلمه خودمان را برهانیم. از انجماد کلمات، از هجوم بیوقفه افکار باید کنار بکشیم. از شبهای خاموشی که تمام قد تا خود صبح کش می آیند. از شبهایی که تمام شدن را بلد نیستند. میگوید شبهای خاموش جهنمند و 1000 چشم بیدار دارند که خواب کردنشان جان به لب می کند ما را.